شخصا من خودم مثل هم افت ما معلومه که ما تو داریم گشنده اونا نیستیم مثل ما شوخو توزاق مثل ما اگر بگم که ما شرایطیم بده مثل ما را هنوز میدن دروغ میشه من چی دار کردم یعنی او جراحتایی که در بدن شما در نوار نشون داده میشن از کجا بود داشته؟ نوار در اینترنت پهن کردن این نبوده مثل بعد انتقال شدم من آزادی داد باید که من آزاد میشیدم کم تا اگر اون مسئله تطبیق عفو مثل نفهمی شید مثل دیرتر شید همین پیشبرد کردم همونجا رفتم در یه حالت مثل روانی قرار داشتم همین استفاده بودم همین حالت رو تشکیل کردم. شما کی زده بود؟ شخصا من هیچ کس زدگی نیست. شما کس مجبور کرد شما؟ من هیچ کس مجبور نکردم. من 14 سالش زندان نشدم من بیزور شدم. من خونه رفتم در کار. من دو فرزندی نوبالی دارم، پدر پیر دارم. من روی همخیلی شیطانگری و سراغ گرفتم که من قتل گرفتم. شیشتم. سراغ شدم و جوانی من در ترما گذشته کرد. من یکم گرچ یکم حرام یکم نشما یکم چی نیستم شدی خدا دارم بخ من فهمی یکی یکی نوابسته با داشتن همین مثال یک درجه علم دانش چی با هم مثال مفهوم خودم وای به حال آدمی که مثال چه نمیدونم من همین اسپکتاکل توچ کمون نکردم بس هر بفکر همین کار همین نغمه بازی یعنی اسپکتاکل بدامون نواره خود یک جواب موادون است که من همون نوشتگی همون محبوسو را میدادم تو شما میخوندی که همون چی نوشتگی هم بسیار چیزاشو گفتگی نیستم به خاطر که من پذیرای مرا نگاه کردن که من مثلا پاکزنی ندادم من اودینا محمود دادم من اودینا محمود پاکزنی ندادم مثلا کاکای تام فهمیشه خودم بود مثلا من ندادم پاکزنی ایدی مثلا ماشته دیگران پاکزنیش ندادن مثلا ما مثلا برو وارد ما بودیم ما برو وارد میشه بودیم هرچند که کار همون آدم کداگی بودم باید دبستان نمیکردی کارا باید نمیکرد باز مثلا در بین ما مثلا در زمینی که دادم گرفت مثلا ما را جد فقط این قدر بودم مثلا محبوس برای ما جبر دیده شد مثلا باز مثلا محبوس چی میگم میخندنش که مثلا رفتی فهمید پاکزنی جدید پلت جبر دیده مثلا گرفت بین محبوس هم خیلی کرد مثلا ما را قطعی یا شروع کرد یا را قطعی ما شروع کرد مثلا یک کاری کرد که من نمیفهمیدم چی میخواست حقوق ما را محافظت کردم ما آدم مثلا مسئول کداگی نیستیم شخصا من خودم رو که میام مثلا میدونستم ما هم آدم نگفتیم که تو حقوق ما را محافظت کرد ما هم آدم نگفتیم من شخصا آدم نگفتم من در کار نیستم خیلی محافظت کنم من مثلا من در یگام اگرانشی نیست من مثلا چیزی که در کارم چیگه پیدا شده باشم مینویسم مثلا رویش میکنم چیز کنم زو مطبوعات چوبش میکنم مقامات نمی‌نویسم مثلا یگام گپ چی ندارم و حقیقت من میدونم خودم میدونم و در یگام اگرانشی مندایی نیستم من مثلا دائمی توریستم میکنم و همه بسیار فقط عریضای ما رفته باشم مقامات اگرانشی نیست که مثلا ما بنویسیم روی نکنم مثلا من مینویسم مقامات میدم مثلا می‌نویسم و مثلا فقط من خواهش دارم ما فرزند ملتم ملت وضعیت چختون میدونه این دین ما را داشتم کدام اکادمیک ازبکستانی اسلام کریم دعوت کرده که مثلا سمارتو رو بخیزونه بده روغنا مثلا با هم بازیوف کنیم درد همین ملت درد ما هم هست ما یگام مثلا بیناموس نیستم ما فرزند این ملت مثلا او چینی در زمینی که سال جنگ شهروندی بود او را مثلا سال 97 هر طرف توچ گذاشتن این گپ وزی یا دولتش دموکرات داشته کسی میخوام مثلا چهره سیاسی معرفی میکنم مثلا کدوم یا دعوا میکنم کی گارانتی میده که بعد سر خدمت اومدن یا مثلا اگه زندگی دیگه همیشه ایجاد هوا خدمت اگر حالتی مثلا وضعیت اقتصادی چهره سیاسی مثلا حاضر 20 سال پیش اگر پیش جنگ نگاه کنیم اخیرا مثلا ماشین نداشت باز مثلا مطبوعات میخونی فرزندای مثلا نوری مگزینی 3 میلیون دلاره مثلا وایش مثلا کیم خیلی کارخانه پخته و وایش مثلا فلان خیلی کی هستن نامشون میگه نامشون با همش مو معلومه مثلا ما در حالتی هستیم که مثلا اهمیت شخصی و خانوادگی ما هیچ که تامین کنه نمیتونه در کار شو
مثلا خیلی دویده باشم مثلا ما بسیار فکرات دارم ولی من مثلا کتابم نوشتم در این حالت در برای این حالت که مثلا کی چی مثلا چی میخواد مثلا ولی محبوسم گپ میزنم میگن که مثلا اینا مجبور کیسیان گپ بزنن خدا نصیب نما بودم من مثلا هر یه آدم دعواگر که دعوا میکرد که مثلا ما دولت اسلامی میکنیم مثلا فلان میکنیم به همدان میکنیم مثلا طریقت دولت اسلامی طریقت مثلا اسلامی برای ما خوب معلومه به خاطر کدام وظیفه به خاطر اینا مثلا خودش معلوم شد مثلا داملا ابراهیم مثلا دعوا فلان به همدان و بعد مثلا وزیرش بودن اشتراک شد باز مثلا کیم چیز آدمایی که ای بین خود چون مثلا اپوزیسیون بود ای بین خودش مثلا باز برآمده چی سیراشون فروش کردستیان من مثلا وقت بودم من مثلا یک بودم بودم که مثلا پیخوت بودم ما باز ای بین خود چون ای بین راهبریت مثلا آدمای پادشاهی که مثلا چی سیرا را برآوردست برای من شرمندگی که من خفایم خودم رفته بودم وقتی لیش نه برای من شرمندگی